حکومت ازبکستان می‌خواهد که با راه تقسیم کردن مرغ و نهال‌های لیمو سطح بیکاری را در کشور کاهش داده و وضع اقتصادی را بهبود بخشد. مقامات بر این نظرند که با این وسیله مردم نه تنها خود را با محصولات تأمین می‌کنند بلکه از فروش آن می‌توانند فایده هم بگیرند. نزدیک به 70% شهروندان ازبکستان در دهات زندگی می‌کنند و صدها هزار آنها جای کار ندارند. مقامات عزم دارد شرکت‌های را تأسیس بدهد که به مردم مرغ و نهال بفروشند و بعداً از آنها تخم و لیمو را برای سودا بخرند. گلسره حسنова ختم کننده آموزشگاه کشاورزی در اول سال 300 مرغ خریده بود. حالا اون نقشه دارد که قرضش را پرداخت کرده از نو مرغ بخرد. من هر روز تا 250 تخم میگیرم و آنها را برای عوض 110,000 سوم میفروشم که این تقریبا 1800 روبل می شود. ملاحت شامیرزایeva با همراهی شوهرش از بانک 3.5 میلیون سوم قرض گرفته است. وی با این مبلغ 100 مرغ خرید و حالا برای پرورش نهال‌های لیمو جای درست می‌کند. همه ساله صادرات میوه و سبزیجات از ازبکستان میلیاردها دلار را تشکیل می‌دهد. صادرات مال از ازبکستان به روسیه بعد منع واردات محصولات غذایی از کشورهای غربی افزایش یافته است.